برای اینکه شیوه کار رو با هم دیگه در نظر بگیریم که چجوری میتونیم کار بکنیم، بد نیست یه نگاهی به انواع موسیقی فیلم و فیلم بندازیم و بعدش هم یک نگاهی به انواع تکنیک های آهنگسازی موسیقی فیلم با هم دیگه بکنیم. همونطور که تو بخشای قبلی هم بهتون گفتم، مثلا موسیقی فیلم هالیوود برای خودش تو یک دسته کاملا جدایی قرار میگیره، یک موسیقی کاملا زیر پوستی ولی همیشگی تقریبا، به غیر از مواردی که سکوت الزامیه به خاطر فضایی که سکوت میطلبه، وگرنه حتی زیر دیالوگ ها همینطور با بالا پایین دیالوگ ها، صدا و بقیه حرکت کاراکترها مرتب موسیقی داره کار خودش رو انجام میده. در واقع یک جوری برمیگرده به موسیقی انیمیشن، یعنی میتونیم خیلی بگیم شبیه به موسیقی انیمیشنه، مثل انیمیشن های دیزنی. اونم جزو همون پروداکشن هایی هستش که موسیقی به صورت روایتگر و بسیار حراف و وراج و خیلی زیاد پرحجم، حتی اگه ممکنه با 2-3 تا ساز باشه ولی همواره داره همراهی میکنه تصویر رو، انگار از تصویر نباید جا بمونه. که شاید این برمیگرده به دورانی که اصلا سینما صامت بوده و موسیقی حرف اول رو میزده، بعد کپشن هایی میومده که دیالوگ ها و مونولوگ ها و یا شرح ماجرا توی کپشن ها توضیح داده میشده. یعنی در واقع سینمایی که هنوز صدا روش کاری نمی کرده و موسیقی روایتگر بوده، حالا موسیقی به صورت یک اجرای زنده، مثلا یک پیانویی که داشته همون لحظه نواخته می شده کنار اکران فیلم، و یا اینکه بعداً ما اون چیزی که ریکورد شد و ما الان میتونیم ببینیم مثل فیلم های اون دوره، چیزهایی هستش که موسیقی مرتباً وجود داره، بعد موسیقی غمگین میشه، حرکت دار میشه. این چنین چیزی تقریباً وارد سینمای هالیوود میشه، سینمای انیمیشن دیزنی و انیمیشن های بزرگ، و بعدش هم حتی سینمای بالیوود رو در واقع میگیره که خب اصلا پایه و اساسش رقص و موسیقی هست و همیشه یک جوری مثل فیلم های موزیکال. دوباره اینا خیلی فیلم هایی هستن که موسیقی محورن و موسیقی توشون یا اساس سینماییشون هست یا اینکه در کنار خودشون همیشه باید باشه و اگه نباشه یه جوری انگار نگران کننده است. یک سینمای دیگه ای هستش که خب این در واقع شاید اون سینمای تجاری نیست و سینمای یه مقداری آرت هاوس یا هنری هست که میتونیم به فیلم های مثلا بعضی از تولیدات فیلم های اروپایی نگاه بکنیم، فیلم های روسی، حتی فیلم های مثلا چینی، ژاپنی، چیزایی که بیشتر، حالا من اسم نمیبرم ولی در واقع هدفشون دنبال کردن یک فلسفه بوده و بنابراین باز نیاز سکوت رو احساس کردن. برای اینکه فلسفه فیلم و داستان رو درک بکنید یک سکوتی به وجود میاد. حتی الان یک مثال میزنم، رنگ انار ساخته پاراجانوف، با اینکه راجع به یک آهنگساز و یک شاعر و یک موسیقیدان هست، در اون فیلم حتی سکوت استفاده میشه، برای اینکه با اینکه داره موسیقی ها و ترانه های اون آهنگساز رو مطرح میکنه ولی با سکوتش میخواد عمق بده و شما رو بکشونه توی یک لایه دیگه ای از تفکر. کاری که موسیقی فیلم های هالیوودی، بالیوود، فیلم های انیمیشن چنین چیزی رو درست برعکس میخوان شما رو فقط با موج خودشون پیش ببرن و شاید بهتره خیلی فکر نکنید، باید همراه با تصویر بریم. البته خب چیزهای خیلی خلاقی هم به وجود میاد در فیلم های اکشن، همینطور همین در واقع موسیقی بسیار پرطمطراق و پرحجم هنوز ادامه پیدا میکنه تا اینکه در یک جاهایی حتی به تولیداتی میرسه مثل تولیدات کریستوفر نولان که میاد از موسیقی به عنوان یک فضای خیلی جدید استفاده میکنه. یعنی کاربرد هالیوودی رو ازش میگیره، یک رنگ جدیدی بهش میده، ولی در واقع یه عمق تفکری بهش میده، یک حرفی برای گفتن داره،
یه چیزی توی یک لایه‌هایی به وجود میاد، ولی به هر حال از لحاظ حجم همون خاصیت رو داره. ولی در سینمای به اصطلاح یه مقدار متفکر شاید کاربرد موسیقی یه خود کمتره، بیشتر روی کرد رو به سکوته، ولی که موسیقی وجود داره و داره کار خودش رو انجام میده. باز مثلا استفاده از موسیقی در تولیدات مثلا فرض کنید یه مقداری قدیمی‌تر اروپایی، به خصوص مثلا سینمای فرانسه یا ایتالیا، بازی به یک ترتیب دیگه‌ای هست. موج نوع فیلم‌های باز اروپایی باز یک رویکرد جدیدی دارن. خلاصه در هر دوره‌ای ما با سبک‌های مختلف سینما طرفیم که هر کدومشون نوع خاص خودشون موسیقیشون رو میطلبن. بازم توصیه میکنم فیلم زیاد نگاه کنید، به این قصدی که بفهمید چه نوع فیلم‌هایی با چه نوع رویکرد موسیقایی، چه از لحاظ حجم، چه از لحاظ بیان و یا شیوه های خلاقیتی که استفاده میکنن و بدعتی که میگذارن چطوریه و با مطالعه میتونید یه مقداری آشنا بشین. چون این خیلی مهمه موقعی که دارین یک فیلم رو شروع میکنید بدونین توی چه دسته‌ای از فیلم هست و با اون شیوه کار بتونید برین جلو. اگر نه کشتی به سمت شرق میره و شما به سمت غرب و به هیچ جایی نمیرسید. اگر یک نگاهی به سینمای خاص رئالیسم هم بکنیم بد نیست، که با اینکه بهش اشاره کردم، مثل سینمای آقای کیارستمی، آقای فرهادی، که در واقع احساس میکنن موسیقی جزوی از هنر سینما نیست. من کاری به درست بودن و غلط بودنش ندارم، این یک عقیده شخصیه، ولی به هر حال موسیقی جوری استفاده میشه انگار صدای محیطه. مثلا انگار یه آکاردئون نوازی تو خیابون داره میزنه و رد میشه، داره یه چیزی میخونه و بعد صداش تو فیلم هم افتاده. در واقع استفاده انگار تصادفی از موسیقی یا رادیو یا ضبط ماشین، یه چیزایی که موسیقی از خارج از کادر تحمیل نمیشه بلکه داخل کادر قرار میگیره. من یک گرامافون میذارم گوش میدم، رادیو هست، یا خودم آواز میزنم میخونم یا یک سازی میزنم، به هر حال قسمتی از تصویر هست، اون هم باید بهش توجه بکنیم. اگه بخوام بهش فکر بکنم خیلی ممکنه انواع مختلفی بشه اسم برد، ولی در همین حد فقط میخواستم بگم که حواستون باشه که چه نوع فیلمی دارین کار میکنین و چه نوع فیلم چه نوع موسیقی میطلبه.